یک تجربه مجازی نزدیک به مرگ است یا تجربه NDE که توسط ایانز انجمن بین‌المللی مطالعات نزدیک به مرگ به شما ارائه شده. حدود 15% از افرادی که از یک اتفاق ترسناک جان سالم به در بردند، گزارش دادند که تجربه نزدیک به مرگ داشتند. این تجربه ها کاملا منحصر به فرد و متنوعند. در این تجربه واقعیت مجازی، نگاهی به رایج‌ترین ویژگی‌های گزارش شده توسط ده‌ها هزار نفر که به انجمن بین‌المللی مطالعات نزدیک به مرگ و بنیاد تحقیقات نزدیک به مرگ ارائه شده خواهیم داشت. علاقه به تجربه‌های نزدیک به مرگ به دلیل رسانه‌های اجتماعی و گزارش‌های متعدد افراد از داستان‌هایشان در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته. این شبیه‌سازی تجربه نزدیک به مرگ طراحی شده تا به درک بهتر این تجربه‌ها و تأثیراتشان بر زندگی ما کمک کنه. بسیاری از افرادی که این تجربه رو داشتن گزارش دادن که دیگه از مرگ نمی‌ترسن، چون که می‌دونن که مرگ پایان آگاهی نیست. در یک تجربه نزدیک به مرگ بخشی از وجود ما از بدن جدا میشه و تجربه متفاوت و عجیب رو تجربه می‌کنیم که بسیاری از افراد نمیتونن به درستی اون رو توصیف کنن. هدف ما اینه که به درک بهتر این تجربه ها کمک کنیم. هر تجربه نزدیک به مرگ منحصر به فرده و این شبیه سازی تنها نگاهی به یکی از این تجربه ها رو به شما نشون میده. چی؟ این منم؟ چطور ممکنه؟ منم؟ همه نگرانن. من خوبم. حالم خوبه. انگار نمیتونن منو بشنون. من رو نمیبینند. نمیتونم چیزی رو لمس کنم. Oh, wow. چقدر زیباست. اون نوره که اونجاست چیه؟ منو به طرف خودش میکشه. آیا منو هدایت میکنه یا فقط همراه همه؟ همه چیز، گیاها، گلها، چقدر زیبا و زنده هستن. دارن به من واکنش نشون میدن. به نظر میرسه که آگاهن. کجا هستم؟ آیا من مردم؟ میشه گفت. زندگی من چی؟ خانواده‌ام چی میشن؟ همه چیز خوبه. بیا.
زمان انگار کندتر و در این حال سریعتر از همیشه میگذره. زمان خیلی متفاوته. انگار دارم همه چیزو یه جا تجربه میکنم و همزمانم میتونم روی یک لحظه خاص تمرکز کنم. شگفت انگیزه. اگه من مردم قرار منو قضاوت کنن مثل اون چیزی که خیلی‌ها باور دارن. تو زندگی تو مرور میکنی و خودت هم تصمیم میگیری. من اونقدری که قصدشو داشتم خوب نبودم. نیتهای خوبی داشتم، اما این نقاط نور انگار همه لحظه های زندگیمو تو خودشون دارن. تمام زندگیم، همه چیز همزمان داره اتفاق میفته توی یک لحظه. من همه اون لحظه ها رو از دید خودم و همچنین از دید دیگران تجربه میکنم. من میتونم افکار و احساسات هر فردی که باهاش تعامل داشتم و بشنوم. همه چیز اینجا واضحه، کاملا واضحه. نه فقط از دید خودم، میتونم افکار اونا رو هم بشنوم، احساساتشون رو حس کنم. خیلی متواضع کننده است. اون حرفی که زدم چقدر بیرحمانه بود. اون موقع خیلی حق به جانب بودم. اصلا نمیدونستم حرفام چه تأثیری داره. چه راهی بهتر برای فهمیدن تأثیر انتخاب‌ها و کارامون؟ احساس میکنم تو منو درک کردی. ممنون. این تمام زندگی منه. خوبی‌ها، چیزایی که زیاد خوب نبودن، اتفاقات بزرگی که فکر میکردم خیلی مهمن، الان میبینم انگار خیلی مهم نبودن. میتونم ببینم که همه کارهای کوچیکی که کردم، مهربونی به یه غریبه، بودن کنار یه دوست یا کمک کردن به کسی که نیاز داره خیلی مهمتر بودن. مامان، عموی محبوبم، خیلیای دیگه، خیلی دلم براشون تنگ شده بود. اونا همیشه مراقبت بودن، ولی تو هنوز کارهای دیگه‌ای داری که باید انجام بدی. وقتی برگردی همشون اینجا هن. هر وقت بهشون فکر کنی کنار تو هن. این شگفت انگیزه. چقدر آرام بخشه. اینجا خیلی بهتر از هر چیزی که تو تمام زندگیم حس کردم. همه نگرانیام از بین رفتن. نه استرس، نه اضطراب، آزادی بی حد و مرز. از همه این نگرانی‌های زمینی راحت شدم. استرس و اضطراب زندگی کاملا ناپدید شده. حالم عالیه. صلح، آرامشی که تا حالا تجربه نکرده بودم. نمیدونستم این امکان پذیره. خیلی عشق اینجاست. یادم میاد این حسا رو. خونم، خونه واقعیم. نمیتونم باور کنم که این احساساتو فراموش کرده بودم. عشق همه جا هست، دور و برم، کامل و بی قید و شرط. یه دیوار نامرئی وجود داره. اگه بری جلوتر راه برگشتی نیست. تو نمیتونی اینجا بمونی. هنوز وقتش نیست. نه، من بر نمیگردم. اینجا خونه منه. چرا باید برگردم؟ هنوز کارت رو زمین تموم نشده. چطور کارم تموم نشده؟ لطفاً بذار بمونم. نمیخوام برگردم به اون همه سختی. تو نمیدونی چقدر سخته. لطفاً، خانوادت به تو نیاز دارن. افراد دیگه‌ای هم هستن که تو قراره تو زندگیشون تأثیر بذاری.
اونا خوب میشن. تو باید براشون باشی. تو برای چیزای بزرگتری به این دنیا اومدی. تو برای کس دیگه هم اینجا هستی. اگه برنگردی اون هیچ وقت وجود نخواهد داشت. من هنوز خیلی کار دارم که باید انجام بدم. باید خیلی بهتر عمل کنم. نمیتونم بذارم این اتفاق بیفته. اونا به من نیاز دارن. من باید برگردم. انگار دارم فشرده میشم. چطور میتونم دوباره تو اون بدن جا بشم؟ این 10 سال پیش بود. راحت نبود. خیلی ها حرفامو باور نکردن. بعضی ها باور کردن. ما یه بچه دیگه هم به دنیا آوردیم. اون خیلی برام خاصه. خوشحالم که هنوز با همسرم هستم. خیلی از روابط بعد از تجربه نزدیک به مرگ از هم میپاشن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم. مدت زیادی طول کشید تا بتونم خودم رو تطبیق بدم. همه چیز تغییر کرد. وقتی میفهمی که این پایان نیست و اینکه چطور با هم رفتار کنیم چقدر مهمه، همه چیز عوض میشه. تجربه نزدیک به مرگ اغلب منجر به تغییرات عمیق روانی میشه. از جمله افزایش حس معنویت، کاهش ترس از مرگ و قدردانی بیشتر از زندگی. ما امیدواریم که شما هم در طول این شبیه سازی به امکانهای مثبت مشابه پی برده باشید. افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن ممکنه با چالش‌هایی در روابط شخصی و بازگشت به اجتماع مواجه بشن. ممکنه تلاش کنند تا تجربهشون و تغییرات در دیدگاهشون رو برای کسانی که تجربه مشابهی نداشتن توضیح بدن. سختی در هماهنگ کردن این تغییرات عمیق داخلی با انتظارات خارجی میتونه باعث احساس تنهایی بشه و زمان زیادی برای تطبیق و سازگاری لازم داشته باشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تجربه نزدیک به مرگ و منابع موجود، لطفاً به انجمن بین‌المللی مطالعات نزدیک به مرگ ایانز در فیسبوک و یوتیوب بپیوندید تا منابع بیشتری پیدا کنید. تجربتون رو به اشتراک بگذارید یا تجربه دیگران رو بخونید. میتونید با افرادی که میدونن این نوع تجربه چقدر خارق‌العاده است ملاقات کنید. ما شما رو درک میکنیم و مشتاق شنیدن شما هستیم. خیلی ممنون که تماشا کردید.